سلام. یه اتفاق جالبی برام افتاد، گفتم باهاتون به اشتراک بذارم. اینجا چند بارم براتون تعریف کردم قبلا که فعالیت‌های عامل منفعه داوطلبانه که اسمش به آلمانی میشه اق نملی، خیلی دوست دارم انجام میدم، درگیرشم. خب این جدای ساعت کاریتون باید انجام بشه دیگه و پولی هم بابتش دریافت نمی کنی. چند شب پیشا بعد از اینکه الان زود غروب میشه، میگه چند شب پیش یعنی چند روز پیشا بعد از ساعت کاریم به عنوان مترجم باید میرفتم توی یه جلسه الترنابن شرکت میکردم، یه دوستی رو باید همراهی میکردم. خب خیلی خسته بودم بعد از کار و بعد که رفتم اونجا هوا هم اینجوری بود، یعنی یه ذره خنک بود. الان با 2 انگشت نگه داشتم، امیدوارم انگشتم تو کات نباشه. بعد خیلی سرد بود. نیم ساعتی اونجا صبر کردم، هیچ کس نیومد. زنگ زدم به اون مددکار که پس اون دوستمون کجاست اینا، من مثلا جواب نداد. خیلی عصبانی بودم که داریم یه کاری میکنیم عامل منفعه، بعد با همون هماهنگم نمی کنن، جالب نیست دیگه. بعد تو همون اثنا که یه خورده عصبانی بودم و اینا، 3 بچه اومدن سمت من. یکیشون گفت وقت داری شما؟ گفتم آره. بعد گفت این شما دستتون میکنی تو کیسه و یه کاغذ میاری بیرون، اگر روش چیزی ننوشته بود یعنی اینکه باختین، اگر روش چیزی نوشته بود یعنی اینکه شما میتونید از بین این جنسایی که ما داریم یه به عنوان جایزه یه چیزی برای خودتون انتخاب کنید. و من این دستم از کار افتاد تقریبا. موتور سمت راست رو از دست دادیم. بعد گفتش که انقدر یخ زده دستم، این موام به هم ریخته است. کلاه سرم بود، برداشتم که خود بهتر باشه. خاطرات یک قاچاقچی. نمیخواستم اونجوری بشه. بعد خدمتتون عرض کنم که گفت آره اگه اینجوری. گفتم چقدر پول باید بابتش بدم؟ گفتن مجانیه. گفتم چه جالب. خلاصه دستمون کردیم در آوردیم، کاغذه بازش کردم، تازه دیدم خیلی جاش سفید. گفتم ببین پوچ در اومد. نه گفت نه صبر کن. گوشه کاغذه یه دونه علامت زده بودن. گفت نه اینها علامت داره، میتونی انتخاب کنی. و بعد چی دکمه بود توی چیز وسایلشون، ماژیک بود، اسباب بازی بود، یه جعبه کوچولو درست کرده بودن چوبی و اینقدر اینو با عشق و حرارت و انرژی توضیح میدادن. بعد یه چالشی بود اصلا براشون و یه کارگردان داشت پشت داستان، یکی هم که اون کیسه رو گرفت و یکی هم اون جعبه جایزه. و اصلا منو بردن تو عالم خودشون، یعنی اون دیر شده و الان اونا نیومدن و ما وقت گذاشتیم اومدیم اینجا و اصلا این چجوری هست. و من گفتم اون ماژیکو من برمیدارم. بعد گفتم اوکی. و خیلی خوشحال شدم، حالم خیلی خوب شد اصلا. بعد این ماژیکو تو دستم میچرخوندم، گفتم این که من اومدم اینجا هیچ اتفاقی که نیفتاد با این صحنه برخورد کردم و این اتفاق بزرگ برای من افتاد و این یه درس بزرگی برای من تو این اتفاق بود که همیشه اون میتونه با یه اتفاق کوچیک حتی اون درد و رنجی که ما داریم، ناراحتی که من داشتم و به شوره ببره. و حالا هر موقعی هم هر اتفاق دیگه ای که میفته اون ماژیکه رو نگاه میکنم، یه لبخند خیلی ملیح
مونالیزاتوری میشینه روی چهره من و حالو بهتر میکنه. من همینو میخواستم باهاتون به اشتراک بذارم در یک صبح یخی و امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین. تا بعد.